مورد که اکنون دلم را خالی کنم گناهکاری اساسی شمایید. در وقتش و درس‌های اهمیت ندادید، نقص تربیه نکردید. با پیشنهاد این نمایشنامه اهل هنر تئاتر ولایتی موسیقی مسکوی به نام عطا محمدجانوف شهری باختر روز عمومی جهانی حفظ کودکان را در مکتب اینترنت ناحیه وخش تجلیل نمودند. باید گفت که صحنه مذکور خصوصیت تربیوی و اخلاقی داشته موافق با ذوق نورسان و کودکان روی صحنه گذاشته شده است. از اینجاست که هنرمندان با نقش‌آفری کسبی خود توانستند در برابر پند و اندرز دادن تربیت گیرندگان مکتب اینترنت ناحیه وخش همچنین خاطره ایشان را بریده گردانند. پس از پیشنهاد نمایشنامه دیرکتور تئاتر ولایتی موسیقی مسکوی به نام عطا محمدجانوف شهری باختر و معاون رئیس ناحیه به سخن برآمده خوانندگان و نورسان را به روز عمومی جهانی حفظ کودکان شاد باش گفتند. گفته شد که چون دولت و حکومت کشور برای دانش و علم آموزی آنها تمام شرایط را فراهم آوردند، آنها را میباید خوب تحصیل نموده آینده برای پیشرفت کشور سهمگذار باشند. بعداً برنامه فرهنگی هنرمندان تئاتر منظور همگان گردانیده شد. خوانندگان و هنرمندان زیر سرود و ترانه‌های دلنشین رقصیدند و خرسندی کرده به خود جهان غذای معنوی برداشتند.